سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال من. امروز نواری من باشد برای شما طرز ورنی سیب بهی را نشان دادن. من امروز در اینجا 5 دانه سیب بهی را گرفتم، شستم، مایده کرده ریزش کردم و در این کاسرونه باشه آب گرفتم 2 لیتر آب. 2 لیتر آب ده 1.5 کیلو شکر می‌ریزم. 1.5 کیلو شکر به حد ورنی به مزه میاد. یک پچکش می‌ریزم، دوم پچکش ده باشه نیم شه. 1 کیلو پچکا. وقتی که شکر انداختم میکومش یک بار میجوشانم، شکر آب میشه درون. اگر آب بسیاری کرد اینا عدل نیم بوده یک بانکا میگیرم. همین آبی جوشاندگی خندوه. برای که مثلا وقتی که ورنی را میجوشانم آبش کم شدن میگیره تا این پختنه و بعد آب ریختن میگیرم. آبی جوشاندگی انا همین خندوی کردگی من آهسته آهسته ریختن میگیرم. بعدا همین میکومش یک ریز تا همین کم شکر آب شدن و بعد در روی گاز میمونمش. بعد خندو آب شدن در روی گاز میمونم، یک سر میجوشه. خندو و نیم سه میگیرم. بعدا همین سوای بهی من میدوزم. وقتی سوای بهی را دوختم 4 ساعت میجوشه. 4 ساعت با مدام میپزه. پس یک بار بلند میکنم میجوشه، بعدم پس میکنم با مدام میپزه. آبش کم شدن میگیره. من همین قندو ما ریختن میگیرم. اگر شما نداشته باشین قندو، شما میتونین که آب شما دگی ریختن گیرین. آب شما دگی میریزین، انا خیلی سرخ میشه. این علاقه سحر شد. این قند مثل ورنی ما خنک شد. اینا ما در بانک رز نمیکنم برای هر روز خوردن. شما اگر که خواین که بانک محکم کنینش، همون سری جوشوندن وقتی که میجوشه کشتنش تمام میتونین که در بانکاتون محکمش کنین. بانکاتون تازه میشوینه قاق میکنین در هوای گرم. تاجیکستان باشه در هوای گرم و در آسیا باشه در گون مثل در برای همین گازاتون میمونین کمتر جوش میشه و گرم میشه. بعد شما میتونین که بانکاتون محکم کرده بگیرین. من در 2.5 لیتر ورنی شید بهت مزهش خوشرو، هم خیلی عجایبات که این برای خنکیدن بهت فایده داره. هم خیلی گرمی خوشروی که شما میتونین که تیار کنین برای خودتون. انا اینجا در گلوم کمتر سیونکا کردم. امروز تازگی کردم که گلا گرفتم شکستم. گلی کلام بود چارج داگی بود شکست. گرفتم در آب ماندمش. نصیب انشالله که ریشک نکمتر بود دیگه قطعی میگذرونمش. یک گلی علوی دارم، یک گلی خیلی دونده. این نمود گلای به حد عجایباته. اینا مای داغ بود گرفته آورده بودم. این قدر کلان شد در مدت 1 سال. حاضر باشه کلانش دسالکای. اینجا ده تایگه گل دارم، حالی اورم نشوندم. مهینور مریم ایسادی کو وردم گشنش دست بگشت شه. کارچکا سرخ میگه. کم تا درجه کارچکا را ریزه کردم. نمک کده زرخشان میکنم. کدا میتم میخرانه کرد. درجه ما بگشت ساعتای تقریبا 6 است. تو کارتشکای مسخره شد که کدا با دیگه چی طلب کرده ایسن. با اینش پس میکنم می کودک منو چخله. هر چی طلب کردن میگیرن. ایرا دادای مهینور ای مکازین ورده ببینن. سوکی اولیچه های خیلی بسیاری که 3 لیتر نرخش ارزان. ویدیوم با خیر مینه ساخت و نگهدارتان باشه تا ویدیوهای آینده ما را انتظار باشین. لایک کامنت فراموش نکنین.